تو روزای گرم تابستونی شهریور 71 توی روستای کوچیک اطراف خرم‌آباد علیرضا کوچولوی ما به دنیا اومد. اون توی خانواده عشایری که عشقشون گوسفند بود و دغدغه‌شون نون شب بزرگ شد. علیرضا بچه بزرگ خانواده بود، مثل یه فرمانده که باید از 4 تا خواهر و یه برادر کوچیک‌تر مراقبت کنه. علیرضا سر چهارراه بربری میفروخت. بعدم با باباش میرفت چوب‌پونی. ولی این چوب‌پونی یه مهارت خاص بهش یاد داد. سنگ و چوبایی که پرت می‌کرد تا گربه از گله دور کنه باعث شد دستاش قوی شه. علیرضا عاشق فوتبال بود. اما هر وقت می‌خواست فوتبال بازی کنه باباش میگفت برو کار کن، این توپ بازی نون آب نمیشه که. ولی هیچ کس نمیتونست جلوی رویای علیرضا رو بگیره. تو ماه رمضان 15 سالگیش علیرضا اونقدی پول جمع کرد که بتونه یه بلیت اتوبوس بخره و یواشکی بزنه به جاده، مستقیم به سمت رویاهاش تو تهران. تو راه اتفاقی مربی تیم وحدت رو تو اتوبوس دید. مربی بهش گفت اگر بخوای من یه مبلغی رو بابت تست ازت میگیرم. علیرضا هم خندید و گفت من که پول ندارم. خلاصه که مربی رو قانع کرد که ازش تست بگیره. اما مشکل اصلی اینجا بود که علیرضا جایی برای خوابیدن نداشت. اولین شبای تهران رو تو میدون آزادی میخوابید. دیگه تموم دستفروشای اونجا علیرضا رو میشناخت. یه جوون بی جا و مکان. بعد یه مدت علیرضا تو کارخونه خیاطی شروع به کار کرد. چون جای خوابی نداشت مجبور بود تا ساعت 2 شب کار کنه. صبح زودم میرفت تمرین و بعدش هم دوباره کار. بعد از یه مدت توی پیتزا فروشی مشغول به کار شد. فقط برای اینکه جای خواب داشته باشه. از ساعت 5 صبح تا 10 صبح ظرف میشست و بعدش میرفت تمرین. این خیلی براش سخت و ناراحت کننده بود. اون حتی شغلایی مثل کارباش و رفتگری هم تجربه کرد. سختی‌ها اما علیرضا رو محکم‌تر کرد. کم کم اسمش تو فوتبال پیچید. از نفت تهران تا پرسپولیس. تو پرسپولیس دیگه علیرضا شد علیرضا. مثل یه دیوار بتونی جلوی توپا وایساد و تیمشو قهرمان لیگ برتر کرد. ولی گل کارش تو تیم ملی بود. همون پنالتی معروفی که از رونالدو گرفت. اون لحظه کل دنیا فهمید علیرضا کیه و اونجا بود که علیرضا تبدیل شد به نماد غیرت ایرانی. علیرضا تو سن 18 سالگی با دخترعموش ازدواج کرد و الان هم بابای 2 تا بچه است. یه پسر، یه دختر. حالا علیرضا بیرانوند، اون پسر چوپون نونفروش، دروازه‌بان شماره 1 ایران و قهرمان دل مردمه. علیرضای قصه ما با تلاش و کوشش خودش موفق شد از یه زندگی سخت به دروازه‌بان شماره 1 ایران تبدیل شه. اون با همه این سختی‌ها هیچ وقت جا نزد و خسته نشد. فقط ادامه داد و دنبال آرزوهاش دوید. علیرضا هیچ وقت زندگی گذشته‌شو فراموش نمی‌کنه. فکرشو بکن، از چوپونی کردن و نون بربری فروختن و کارگری الان دروازه‌بان یک تاریخ ایران باشی و بهت افتخار کنن. این یعنی رد پای رویا. اگر از این انیمیشن خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تا انیمیشن بعدی، خداحافظ.